شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود. لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال: بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه. همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم، بود فکرم عیالم و جفتم. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگد به سوی همون غسال همین گپا را میگفته است که ای غسال، من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم، فرزندها و